دیوار بزرگ چین یکی از عجایب جهان است و یکی از مقاصد توریستی مشهور در چین. طولی بیش از 21,000 کیلومتر امتداد دارد. ساخت دیوار بزرگ چین در طول تاریخ دست به دستگاه‌های دولتی پس از دوره‌های مختلف صورت گرفته است. این ساختار عظیم در 2000 سال تأخیر افتاده و تا روزهای ما فوری نمی‌باشد. دیوار بزرگ به دلیل عرض جغرافیایی و طول زمین‌های خشک در امتداد آن به مناطق مختلفی از چین امتداد داشته است. هدف ساخت این دیوار به دفاع از مرزها علیه نیروهای بیرونی بود. ساختار دیوار بزرگ شامل بخش‌های متعددی است که از طریق دیوارها و برج‌های نظامی ارتباط برقرار می‌کنند. دیوار بزرگ چین به عنوان یک شاخه از سیاره در کتاب گینز ثبت شده است و به عنوان یکی از عجایب حقیقی دنیا شناخته می‌شود. در سال 1987 دیوار بزرگ چین توسط یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت شد. امروز دیوار بزرگ از طرف توریست‌های داخلی و خارجی مورد بازدید قرار می‌گیرد و یک جاذبه گردشگری مهم برای کشور چین است. هرم عظیم گیزه، یکی از عجایب دنیا و یک بنا باستانی مشهور مصر است. این هرم در منطقه گیزه، نزدیک شهر قاهره و در حوالی پایتخت مصر قرار دارد. هرم عظیم گیزه به عنوان یکی از عجایب دستساز تاریخی جهان شناخته می‌شود و از قدمتی بسیار بالا برخوردار است. به طور تقریبی تمامی تاریخ مصاحبه‌گری که بر روی پاهایی همچون کتیبه‌ها ذخیره شده‌اند، توجه پژوهشگران را به سوی سده‌های 26 الی 27 قبل از میلاد جلب کرده است. هرم عظیم گیزه، همچنین به نام هرم خوفو یا هرم خوفو کجالو نیز شناخته می‌شود. این هرم منشأ خلق و ساخته خوفو، فرعون بزرگ دودمان چهارم مصر بوده است. این هرم عظیم ارتفاعی تقریباً 135 متر دارد و در مجموعه فرعونی بهناچی در مصر قرار دارد. هرم گیزه همچنین دارای سازه‌های جانبی دیگری است که شامل معابد و استبل‌ها برای پایداری فرعونیان است. هرم عظیم گیزه یکی از مکان‌های گردشگری محبوب در مصر است و سالانه میلیون‌ها نفر از سراسر جهان این مکان تاریخی را بازدید می‌کنند. معبد کرنک قاهره یکی از مشهورترین معابدهای باستانی در مصر است. این معبد در قاهره واقع شده است و به عنوان معبد خورشید معروف است. ساختمان اصلی این معبد در دوران فرعون هخامنشیان ساخته شده است. اما پس از آن بارها توسعه و تغییراتی در آن ایجاد شده است. معبد کرنک برای بعد از ظهر تا غروب آفتاب طراحی شده است تا نور خورشید در ستونهای توام با آرمانی از ورودی به معبد نیرو بخش کند. ستونهای معبد کرنک نیز با نمایی مهاری و زیبا طراحی شده‌اند. این معبد حاصل آفرینش و باشکوهی اماس را با سیمون فونبوریان که یکی از برجسته‌ترین الهام بخش‌هایی است که 80 سال از عمر خود را گذرانده بود، دارد. هدف این معبد و ایجاد آن شکوه و قدرت پادشاهی را نمایش دهد. هرچند معبد کرنک تا دوره هخامنشیان برای عبادت به خدای آفتاب مورد استفاده قرار می گرفت، اما پس از آن به معبد امون تعلق گرفت و پرستش معبد انتقال پیدا کرد. امروزه معبد کرنک به عنوان یک جاذبه گردشگری معروف و شناخته شده در مصر شناخته می شود. مجسمه‌های جزیره ایستر که به نام موآیی نیز شناخته می شوند، مجسمه‌های سنگی عملاً هنری هستند که در جزیره ایستر که در اقیانوس آرام قرار دارد. این مجسمه‌ها به صورت استوانهایی و عمودی در امتداد ساحل جزیره قرار گرفتند و از سنگ‌های آندزیت ساخته شده‌اند. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد مجسمه‌های جزیره ایستر، اندازه بزرگ آنهاست. بعضی از مجسمه‌ها به ارتفاع بیش از 12 متر می‌رسند و وزن سنگی آنها همچنین بسیار سنگین است. همچنین، اصل استفاده از مجسمه‌های جزیره ایستر هنوز معلوم نیست. البته برخی نظریات توسط محققان مطرح شده است که این مجسمه‌ها ممکن است نمایانگر خدایان یا اجداد قدیمی جزیره بودند. هرچند با توجه به کمبود اسناد تاریخی، این نظریات همچنان نامشخص و مورد بحث است. از تاریخ پیدایش مجسمه‌های جزیره ایستر، به دلیل بروز تغییرات زیست محیطی در جزیره و نیز جنگ‌ها و تجاوزهای خارجی، بسیاری از این مجسمه‌ها به درستی ناپدید شدند یا آسیب دیدند. همچنین برخی از مجسمه‌ها به کشورهای دیگری منتقل شدند و امروزه در موزه‌ها و نمایشگاه‌های هنری در سراسر جهان به نمایش گذاشته می‌شوند.
کولوسیوم روم یکی از بزرگترین و معروفترین ساختمان‌های تاریخی در روم، ایتالیا است. این ساختمان که نمادی برای شهر روم و همچنین امپراتوری روم باستان به شمار می‌رود، در سال 80 میلادی تحت فرمان امپراتور وسپاسین ناپویون ترمیم شد. کولوسیوم در اصل یک تئاتر بزرگ بوده است و به منظور برگزاری مسابقات نمایشی همچون جنگ‌های گلادیاتوری ساخته شد. این ساختمان با ظرفیتی بیش از 55,000 نفر از بزرگترین ساختمان‌های جمعیتی در دوران باستان محسوب می‌شود. کولوسیوم روم در سال 1980 به عنوان یکی از میراث جهانی یونسکو ثبت شد و همچنین یکی از مقصدهای توریستی محبوب در شهر روم محسوب می‌شود. تاج محل هند یکی از شاهکارهای معماری و جواهرات در هند است. این بنای زیبا در شهر آگرا واقع شده و به عنوان یکی از عجایب دنیا شناخته می‌شود. تاج محل هند در سال 1653 میلادی توسط امپراتور مغول شاه جهان به یاد همسر دومش ممتاز محل ساخته شد. این بنا در سبک برجسته مغول احداث شده است و برخی از علامت‌های تجاری این سبک مانند قبط‌ها، گنبدهای بلند و نقوش هندی در آن یافت می‌شود. تاج محل هند از سفیدکارهایش و حجم بزرگ خود برجستگی می‌کند. این بنا نه تنها به عنوان یک قصر استفاده می‌شود، بلکه بخشی از یک مجموعه کامل است. در داخل تاج محل هند مقبرهای بزرگ وجود دارد که مضافات امپراتور شاه جهان و همسرش در آن دفن شده‌اند. تاج محل هند از نظر هنری و تاریخی بسیار ارزشمند است و هر سال میزبان گردشگران زیادی از سراسر جهان می‌شود. این بنا در سال 1983 به ثبت میراث جهانی یونسکو درآمد و محافظت آن به عنوان یک شاهکار جهانی تایید شده است. معبد انکور وات یکی از بزرگترین و مهمترین ساختمان‌های تاریخی و اسلامی کمبوج است. این معبد در شمال غربی کشور قرار دارد و در استان سیم ریپ واقع شده است. معبد انکور وات یکی از بخش‌های مجموعی عظیم معابدهای انکور است که به عنوان میراث جهانی یونسکو در سال 1992 ثبت شده است. این معبد در قرن دهم میلادی توسط پادشاه سوریاورمن اول ساخته شده است و به عنوان مرکز بزرگترین دین انکور، هندوئیسم و تمجید دنیای خدای ویشنو شناخته می شود. معماری معبد از سبک ایمپرسیونیستی خاورمیانه تأثیر گرفته است و شامل برج‌های عظیم، تراش‌های سنگی هنری و آبشارهاست. معبد انکور وات با وجود تاریخ طولانی و زیبایی‌های منحصر به فرد، یکی از مقصدهای توریستی بسیار محبوب در کمبوج است. بازدید از این معبد به توریست‌ها فرصت می‌دهد تا شاهکارهای هنری، مذهبی و فرهنگی این منطقه را درک کنند. همچنین معبد انکور وات تنها اثر برجسته نیست که در مجموعه معابدهای انکور وجود دارد. این مجموعه شامل بیش از 100 معبد و سازه تاریخی است که هر سال تعداد زیادی بازدید کننده را به خود جذب می‌کند.